هر روز بدون اینکه بفهمی کسی در حال هدایت ذهن توست. شاید با یک نگاه، شاید با یک جمله، یا شاید فقط با یک لبخند مصنوعی. این روانشناسی سیاه است. دنیایی که در آن ذهن انسان سلاح است و اگر ندانی چگونه ازش محافظت کنی، دیر یا زود قربانیش میشه. من نعمت‌زاده هستم و اینجا جایی است که تاریکی را میشناسیم تا در روشنایی زندگی کنیم. روانشناسی سیاه یعنی شناخت عمیق ذهن انسان برای تأثیرگذاری، کنترل و دستکاری آن. یعنی استفاده از احساسات، ترس‌ها و باورهای دیگران برای رسیدن به هدف خود. همه ما آگاه یا ناآگاه از آن استفاده می کنیم. در بازاریابی، در سیاست، در عشق و حتی در گفتگوهای ساده روزمره. تفاوت فقط در نیت ماست. بعضیا از آن برای نفوذ استفاده میکنن و بعضیا برای محافظت از خودشون. فرض کن وارد یه مغازه میشی و فروشنده بهت میگه فقط یه دونه از این مونده. به نظر تصادفیه؟ نه، این یکی از تکنیک‌های روانشناسی سیاهه. تکنیکی به نام کمیابی که باعث میشه سریع تصمیم بگیری از ترس اینکه فرصت رو از دست بدی. یا وقتی کسی با لبخند و تعریف ازت میخواد کاری براش انجام بدی، با لبخند و تعریف. اون داره از تأیید اجتماعی استفاده میکنه. ذهن ما طوری طراحی شده که بخواد مورد پذیرش دیگران قرار بگیره. حتی شبکه‌های اجتماعی با هر لایک، با هر نوتیفیکیشن ما رو شرطی میکنن تا بارها و بارها برگردیم، دوباره چک کنیم، نگاه کنیم، استفاده کنیم. این فقط سرگرمی نیست، این برنامه‌ریزی رفتاریه. قدرت روانشناسی سیاه ترسناک نیست اگر آگاه باشیم. حالا 3 قانون برای محافظت از ذهنمون. قانون اول: هیچ وقت از روی احساس تصمیم نگیر. وقتی حس کردی عجله داری، احتمالاً کسی در حال کنترل تصمیم توست. قانون دوم: به لحن گوش بده، نه فقط به کلمات. ببین طرف با چه لحنی داره باهات صحبت میکنه، حرفاشو القا میکنه. احساس پشت صدا حقیقت پنهان شده را لو میده. قانون سوم: سکوت را تمرین کن. وقتی سکوت میکنی، کنترل گفتگو به دست تو برمیگرده. آگاهی بهترین سلاح تو در برابر کنترل دیگرانه. یادمون باشه، آگاهی بهترین سلاح ما در برابر کنترل دیگرانه. خب حالا که با دنیای تاریک ذهن آشنا شدی، وقتشه قدم بعدی رو برداری. در ویدیوی بعدی بهت یاد میدم چطور فقط با 3 نشانه بفهمی کسی داره ذهنت رو دستکاری میکنه.
اگر میخوای ذهن قوی تری بسازی همین الان سابسکرایب کن و یادت باشه که ویدیوی بعدی رو هم ببینی. با هم در کنار هم. امید فرداهای زیبا.